لاین میکروکارنت شامل 4 مرحله هستش که مرحله اول تخلیه لنف و در واقع سموم زیر سطح پوست رو هدایت میکنه به سمت غدد لنفاوی. تو مرحله بعدی ما باز کردن خطوط و گرفتگی عضلات رو داریم که دقیقاً توی این مرحله اثر شبه بوتاکس اتفاق میفته و خطوطی که در اثر حرکات غلط صورت توی پوست ایجاد شده باز میشه. تو مرحله سوم میرسیم به لیفت عضلات و تقویت عضلات صورت و در واقع یک حالت فیزیوتراپی برای عضلات صورت رو داریم که عضلات شیفت پیدا میکنن به جای صحیح و حجم تحلیل رفته مجدد برمیگرده و اون قوام پوست حفظ میشه. در مرحله آخر مجدد ما کار تخلیه لنف رو با دستکش‌های دستگاه انجام میدیم و به دلیل تخلیه لنف پوست 1-2 درجه هم روشن میشه بعد از این کار. به خاطر لیفت عضلات ما حالت زاویه سازی هم برای صورت داریم، پس میکروکارنت رو از دست ندیم.